دیدار رهبران تاجیکستان و چین در پکین. امامعلی رحمان روز 31 اوگوست بعد 2 سال سفرش به چین باز به آن کشور رفت. چین در حال حاضر یکی از دوستان قرین، شریک استراتژی و از سرمایه‌گذاران اصلی به اقتصاد تاجیکستان گفته می شود. مقامات تاجیک میگویند در روز اول سفر دولتی آقای رحمان به چین و ملاقاتش با رئیس جمهوری آن کشور سی جین پین، امضای 13 سند همکاری میان دو دولت صورت گرفت. این سندها از سازشنامه درباره کمک به بازگشت تا قرض امتیازدار برای ساختمان یک خط انتقال نیروی برق در ناحیه‌های تابع پایتخت تاجیکستان عبارت است. اما مشخص نیست که در این سفر مسئله اختصاص گرانت چین برای بنیاد بینای نوی پارلمان و حکومت تاجیکستان در دوشنبه نهایی شده است یا نه. چین قبلا گفته بود که برای انجام این طرح‌ها به تاجیکستان 1.5 میلیارد یوان یا 230 میلیون دلار جدا می‌کند. در حال حاضر قرض تاجیکستان از چین از مرز 1 میلیارد دلار گذشته است. بعضی از کارشناسان از آن نگرانند که وابستگی از حد زیاد از پول چین می تواند تاجیکستان را به یک لقمه اژدهای سرخ تبدیل دهد. ولی مقامات میگویند که از یک طرف در زمان بحران مالی و از طرف دیگر در زمان به قول آنها ناآرام جهان، این همکاری بیشتر به نفع تاجیکستان است. بنا به اطلاع رسمی، سفر دولتی رئیس جمهوری تاجیکستان به چین روز 2 سپتامبر به پایان خواهد رسید. اما امامعلی رحمان بعد از این هم در پکین باقی خواهد ماند. او تا روز 5 سپتامبر در نشست سران کشورهای عضو سازمان بریکس که از برزیل و روسیه، هندوستان، جمهوری آفریقای جنوبی و چین تشکیل شده است، در پکین اشتراک خواهد کرد.